شکسته باد شیشه اش. میره دو دفعه خواند قماندان صاحب شنیده ولی ما شما نشنیدی؟ شب است و چشم ما همه تو چشم انتظارها. فهمیدی؟ تو معنی چی فهم ملاسه؟ شب است و چشم ما همه تو چشم انتظارها. ستاره می کند به شب یگان یگان شمارها. فهمیدی معنیشه؟ فهمیدم. طرف چی که سر میکنه شماره اصل مطلبش چیست؟ شمار کرده میریم ستاره. ستاره می کند به شب یگان یگان شمارها. ز اشک شسته دامنم ز آه پر ز سوز و درد. نشسته بسترم چنین به دامن شرارها. ازف گوهر شود اگر به آب همتم رسد. چو باغ پردره که در حلول نوبهارها. ولی وقتی که میگه که چیز است چی نام داره امی قطره باران برد درون صدف به گوهر تبدیل میشه. میگه همت من قدر بلند است که اگه می خزف یک چیزی به مقدارم به همت من نزدیک شود مثل عزیز خزف مثل عزیز که آمو گوهر میشه. یعنی من قدر آدم با همت هستم که دیگه با وجود قدر غم ها و ایدگاه هر چی که غم است به موضوع تاثیر نداره. مثل چی واره؟ چو باغ پردره که در حلول نوبهارها. که این یک امید میرسانه که یک روشنی در آینده وجود همین تو باش کار کرده. وقت مطالعه داریم شعر هر کدام فرصت پر پیدا شده